باورت میشه میتونی با گوشی این آهنگ رو بزنی؟ با من همراه شو تا بهت بگم چطوری. سلام به توی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی. خیلی خوش اومدی به این کانال و به این آموزش. امروز قصد دارم که این آهنگ زیبا رو بهتون یاد بدم. آهنگ ناری ناری ترکی، خیلی آهنگ توپی هستش. بزنید کیفش رو ببرید و عشق کنید با این آهنگ. اول از هر چیز یه نکته بهتون بگم. کانال بنده یعنی کانال ارگ برتر در خصوص آموزش ارگ اندروید تا الان چیزی نزدیک به 40 تا ویدیو آپلود کرده که همینطور که روی صفحه ملاحظه میکنید میتونید برید نگاه بکنید. حداقل از هر ویدیو یک آهنگی رو یاد بگیرید. شما 40 تا آهنگ رو میتونید بزنید، چون من 40 تا آهنگ رو در این 40 تا ویدیو آموزش دادم. دوستان ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما زنگوله بغلش رو فعال کنید. اگه خیلی زورتون میاد به اصطلاح لایک کنید و زنگوله بغل رو فعال کنید، حداقلش اینه که این ویدیو رو واسه دوستاتون ارسال کنید. فقط همین. بریم برای ادامه ویدیو. اولین کاری که ما میکنیم توی این نسخه، یعنی توی نسخه جدید، اولین آموزش ما هستش روی نسخه 2023. میایم چیکار میکنیم؟ میایم عنوان کلاویه رو از قسمت منو میریم توی ستینگ و از قسمت کیبورد عنوان کلاویه رو روی دو ره می فا قرار میدیم. میایم بیرون و میبینیم که اعداد موسیقی اینجا ظاهر شده. الان چیکار میکنیم؟ میایم ببینیم که آقا سیستم آهنگ رو چه دستگاهی هستش و یه دمو میزنیم و ببینیم که رو چه دستگاهی هست. ما میریم روی سیستم و دستگاه کردیش رو انتخاب میکنیم. وقتی اینو انتخاب کردیم میزنیم که مطمئن بشیم که روی اون دستگاه هستش، چون بعضی اوقات قاطی میشه. و قبل از اینکه بریم ادامهش رو بگم، من یه چیزی دیدم در رابطه با ارگ 2023 دوستان. این نسخه یه ذره باگ میده، یعنی مشکل از گوشی بنده نیست. یعنی کارهای پیچیده باهاش انجام میدید، یهو اون صدا گیر میکنه و کلا باید گوشیتون رو خاموش روشن کنید تا بیاد بالا. این چیزی بود که گفتم بهتون بگم که وقت نگید نگفت توی بررسی ویدیوی قبلی، چون اون موقع نمیدونستم توی ویدیوی قبل و الان فهمیدم و یه کوچولو باگ داره این نسخه. اما خب میارزه، چون سازای خوبی هم داره. خیلی کم این اتفاق رخ میده. خب آقا وقتی که این سیستم رو گذاشتیم روی کردیش، از اینجا قسمت ریتم میایم پرشین رو میزنیم و آذری 2 رو، پرشین آذری 2 رو انتخاب میکنیم. و وقتی که اینجا رو انتخاب کردیم، حالا برای ترکیب ساز زورنا که ما زدیم یه ترکیب خاصی داره، یه تنظیمات خاصی داره که الان بهتون میگم. همین صفحه که هستیم از اینجا کلید اسپلیت میکس رو میزنید و این رو میارید رو حالت ببخشید اینو میارید رو حالت میکس قرار میدید. وقتی که رو حالت میکس باشه ساسا با هم ترکیب میشه که توی ویدیوی قبلی بهتون آموزشش رو دادم. اینو که زدیم از قسمت پیانو میزنیم روی پیانو، روی خود DNC پیانو و از اینجا میایم روی پیشیش و زورنا رو انتخاب میکنیم. تا اینجا مشکل خاصی نیست. و از اینجا ساز سومی رو میزنیم روش و این رو هم انتخاب میکنیم. و حالا چیکار میکنیم؟ اینجا این نکته آموزشیه. روی ست میزنیم، میایم پایین تر و از اینجا صدای این ساز رو میاریم نزدیک به 65-70 قرار میدیم که من روی 70 قرار دادم و برمیگردیم عقب. و الان این کار کردیم، باز هنوز تمام نشده. ما باید یه کار دیگه هم انجام بدیم. چیکار کنیم؟ اینه که پدال رو، یعنی اکو رو خاموش کنیم. نگاه کنید شما، ببینید که یه ذره رو مخه و اینو خاموش میکنید. باز هم الان تموم نشده، چرا که ما باید اینو خاموش کنیم. یا رو زنید روش خاموش میشه و وقتی که روی زورنا بود یه اکتاو ببریم بالا. وقتی اینو انتخاب کردیم حالا این رو انتخاب میکنیم. این که الان یه صدای پخته تری داریم و میریم شروع میکنیم آهنگمون رو زدن. خیلی راحت. شورت مموری رو خاموش کردم که وسط صدای عجیب غریبی نشنویم. اوکی. وقتی که ما استارت رو زدیم، یعنی ریتما یه ذره کار کرد ریتم، میایم روی 4 رو میزنیم. تو اینجا ما باید آهنگ رو شروع کنیم که میگم حالا به چه صورت هستش. رو برای شروع میتونید تمپو رو یک خورده بیارید پایین.
آهنگ از کلید سول شروع میشه. از کلید سول شروع شد، اما یه زیبایی هم داشت، اشاره به لا هم داشت. اگه دقت کنید اشاره به لا داشت که ما با اون اشاره کار نداریم، حرفه‌ای شدید میتونید اون اشاره رو هم انجام بدید. خب شد. ما اینجا میشه سول سول ر سول فا فا سول، سول سول ر سول فا فا سول. جمله اول چیه؟ سول سول ر سول فا فا سول. که حالا توی حالت زیباترش میشه که یه ذره سریعتر میشه، حالا زیباتر از این میشه. این جمله اول بود. جمله دوم هیچ تفاوتی نداشت، فقط ما سول رو یکی دو بار بیشتر زدیم. نگاه کنید 1 2 3 سول سول سول، سول 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 ر سول فا فا سول. پس ادامهش هم که جمله آخر میشه سول سول فا می ره، سول سول فا می ره. به همین راحتی. حالا به صورت عددیش چطور میشه؟ ما یک به اصطلاح ر رو 1 در نظر میگیریم تا لا هستش، یا ما یک ر رو 1، می رو 2، فا رو 3، سول رو 4 و لا رو 5 در نظر میگیریم که کل آهنگ روی این 5 تا نوت صورت میگیره. که ما وقتی که اینو زدیم پس میشه اینجا هم به صورت عددیش میشه دیگه. پس میشه 4 4 3 4 3 1 4. یک مهمه، شما شاید بزنید که اینجوری هم بتونید بزنید، اما اون زیبایی آهنگ و اون آهنگ اصلی رو بهتون نمیده. حالا این رو تمرین کردید، چه روی اعداد چه روی نوت، حالا روی ریتم میزنید. دوباره برمیگرد روی 1، حالا دوباره برمیگرد روی 4 و شروع میکنید. و اگه صدای بیشتری خواستید، مثلا حالت زیباتری باشه، تب رو میزنید و از اینجا تبای مختلفی هست میتونید انتخاب. مثلا خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی. ممنون میشم کانال رو واسه دوستات معرفی کنی، ارگ رو به دوستات کلا معرفی کنی که آقا یه ارگی تو گوشی هم هست. اصلا نگو ارگ، بگو میتونی با گوشی هر آهنگی رو دوست داشتی بزنی و کیفشو ببری. خیلی ممنون. تو رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.